خبرهای اقتصادی امروز 9 فوریه در پیام تیوی. نرخ پیاز در یک هفته آخر در بازارهای تاجیکستان 12% بالا رفته است. برنامه آذوقه سازمان ملل متحد که نرخ بازارها را تحلیل می کند در گزارش اخیر خود روز 7 فوریه گفته که ارزش پیاز در قیاس با ماه گذشته بیش از 50% افزوده است. طبق این گزارش 1 کیلو پیاز در کشور وابسته به منطقه ها از 7 تا 11 سامانی می باشد. به نوشته جمهوریت نشریه حکومت تاجیکستان سبب بالا رفتن نرخ پیاز سردی بی سابقه بوده است و حاصل کشاورزان را در انبارها سرما زده است. طبق خلاصه برنامه آذوقه سازمان ملل متحد نرخ محصولات دیگر از جمله آرد و روغن و برنج و تخم مرغ اندک پایان رفته است. تاجیکستان حجم معاملات مال با اتحاد اقتصادی اوراسیا را در یک سال 23.9% و حجم عمومی سودای بیرونی را 14.9% افزایش داد. بنا به معلومات بانک اوراسیایی رشد 44% حجم سودای خارجی تاجیکستان به اتحاد اقتصادی اوراسیا راست می آید که نسبت به سال 2021 3.1 بند فائزی زیاد است. واردات تاجیکستان 51.1% و صادرات 27.1% را تشکیل می دهد. حجم معاملات مال با اتحاد اقتصادی اوراسیا در سال گذشته 620.6 میلیون دلار افزوده 3.2 میلیارد دلار را تشکیل داد. دو کارخانه بزرگ صنعتی ولایت سوق در بین کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل بهترین کارخانه استحصال دانسته شدند. در این باره در نشست خبری حساباتی عاید به جنبسته سال 2022 سردار مرکزی استانداردیزاسیا مترولوژی سرتیفیکاسیا و بازرسی سودا در ولایت سوق غیب‌الله محی‌الدینوف اظهار داشت. کارخانه مشترک جوانی و جمعیت سهامی کشاده قالین‌های قیراقم در بین کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل بهترین استحصال کنندگان مال‌های استعمالی اعتراف شده‌اند. باید گفت که کارخانه مشترک جوانی از روی نامیناسیون استحصال مال‌های استعمالی با شماره کارگران از 250 تا 1500 نفر غالب دانسته شد. جمعیت سهامی کشاده قالین‌های قیراقم که تا 250 نفر کارگر دارد سزاوار دیپلم گردید. قزاقستان صادرات محصولات نفت را از قلمرو جمهوری با تمام واسطه‌های نقلیات منع کرد. طور سامانه زکان نقطه کازت خبر می‌دهد چنین تدبیر با فرمان مشترک وزارت‌های انرژتیک، سودا و خواجگی خلق پیش بینی شده است. این طلبات 10 روز تقویمی پس از انتشار رسمی مورد عمل قرار داده می‌شود و برای 4 ماه اعتبار خواهد داشت. محدودیت به بنزین، سوزشواری دیزلی و بعضی نوع‌های محصولات نفتی به استثنای روغن‌های مالیدنی، سوزشواری اویاسیونی برای کارهای علمی تحقیقاتی دخل دارد. لایحه فرمان در آخر ماه ژانویه برای محاکمه عموم نشر شد. آن برای تامین بازار داخلی با محصولات نفتی، اینچنین پیشگیری صادرات غیر قانونی آنها در عرصه کارهای صحرایی پیش بینی شده است. در قزاقستان از ماه ایول سال گذشته صادرات محصولات نفتی با راه اتومبیل گرد منع شده بود که در ماه ژانویه سال جاری آن برای 6 ماه دیگر تمدید کرده شد. وزارت انرژی این اقدام را به زیاد بودن طلبات به سوزشواری و روغن مالیدنی ربط داده اند. گپ در سر آن است که نرخ چکنه بنزین و سوزشواری دیزلی در قزاقستان نسبت به کشورهای همسایه ارزان تر است. نرخ ارز. بانک ملی تاجیکستان ارزش سامانه را نسبت به اسعار خارجی اعلان کرد. روبل روسی به طور قابل ملاحظه باز کاهش یافته است. طبق نشاندهی بانک ملی حالا 100 روبل برابر 14 سامانی و 30 درم ارزش دارد و نسبت به یک روز قبلی 2 سامانی پایین رفته است. دلار آمریکایی با مرور میل گرانشوی دارد. طبق اطلاع بانک ملی تاجیکستان در بازار ارز برای 100 دلار 1036 سامانی و 34 درم می‌دهند. قبلا 100 دلار به 1033 سامانی و 57 درم برابر بود. وضع پول اروپایی نیز در حال بهتر شدن است. حالا در کشور بر عوض 100 یورو 1111 سامانی و 99 درم می‌دهند. نرخ طلا. بهای هر اونس طلا در معاملات صبح امروز میان بانک‌های لندن 1882 دلار و 57 سنت معامله شد. نرخ نفت خام.
نرخ میانه فروش هر بشکه نفت خام تحویلی ماه آینده در بیرژه‌های لندن $85.21 معامله شد. نرخ میانه هر بشکه نفت خام تحویلی ماه آینده در بیرژه‌های نیویورک $78.54 معامله شد.